انشالله که در روزهای نزدیک در قضیه تکفیر برنامه داریم. خدا خواه حتما در این قضیه یعنی که خیلی بار دیگر از همین اعلان میکنیم با شاگردای مدنی که خبرش کنین انشالله بعد از 25 رمضان است تو او است یا همین خیلی یک خطاب دارم با یعنی که مدنی اگر خطا یعنی که شخص میگیری که خیلی به شکل گویا که علامه تفتزانی و نمیدونم که یعنی که خیلی شخصیت بزرگ خیلی اولیاء میگفته شده. پس مرحمت وقتی که ما برنامه را اعلام کردیم ما میدونیم که یگان شیطره نداریم، تنها و تنها توسط همین اعلان شاگردات میرسونند. پس در برنامه اشتراک خودت یگان خیلی تحقیر صورت نمیگیرد. ما از دایره ادب شرع بیرون کاملا پا نمینیم. هر چیزی که با دلیل میگوی با دلیل رد کرده میشوه یا آن چیزی که میگن با دلیل ردش میکنی. در غیر این صورت تو یکی از افراد هستی که یعنی که جانبدار تروریسم و جانبدار قتل کشتار خیلی چهرت پوشیدگی باشه تا عروسی کو چهرت هم تا پوش برو پرابلم نیست، هم اوضاع باشه. بس اون خیلی تحقیر صورت نمیگیرد. ما از دایره ادب شرع بیرون کاملا پا نمینیم. یعنی تو اینکه مردم بفهمن که عروسی میترس تلخ کفی اما خاطر اگر وقتی برنامه رو تشکیل کردیم خوب مهم داخل شد تو اینکه از خودت حمایت کن. خیلی تحقیر صورت نمیگیرد. ما از دایره ادب شرع بیرون کاملا پا نمینیم. عروسی میترس تلخ کفی اون خیلی تحقیر صورت نمیگیرد. ما از دایره ادب شرع بیرون کاملا پا نمینیم. من چرا کمی هر یک سوال به کمی زیادتر گپ میزنم برادر عزیز. من فقط مقصدم همین سوال به جواب دادن نه، یک کس رد زدن نه. من میفهم که همین سوالی که وقتی که شما دادید یک باره به شما یک منهج، به شما منهج اهل سنت در همین مسئله تعلیم کرد، فهمید بالاخره. من فکر کردم که در مسئله عدل اهل سنت و جماعت ناعدل نباید باشد. اوزیری زدید ناعدلی نکنید، اشری مطردی زدید ناعدلی نکنید، کفار مشرکین زدید ناعدلی نکنید، حزبی های زدید ناعدلی نکنید. چیزی که در اونها نیست به اونها دروغ و تهمت در اهل سنت وجود نداره. چیزی که هست بله همون به حکم میکنه. ملک عدل به رعایه میکنه، دیگرها عدل به رعایه نمیکنن، دیگرها انصاف ندارن. نه انصاف زبانی، نه آداب اخلاق و عدل زبانی، نه عملی، هیچ چیزی. مثلا محمد اقبال حزبی مرا به یک بحثی خطر تکفیر دعوت کرده است. میگوید که با آداب و اخلاق صحبت میکنه، میگه آداب و اخلاق عدل است، لیکن در همون سخن درونش من عروس میگه، من عروسک میگه. مرا دعوت کرده است به یک بحث و مناظره علمی که خطر تکفیر به، یعنی بحث مناظره نه، یک صحبت دینی به دعوت کرده است که نظری مرا در باب خطر تکفیر فهمد. با خودش میگه که با آداب و اخلاق صحبت میکنیم. گفته است یوتیوب بر نوشته است که ابو محمد مدنی ملعون. همین است عدل، همین است انصاف. اگر تو من بحث و مناظره به دعوت کردنی باشی یک، یا اگر تو خواهی که در همین مسئله خطر تکفیر ما همراه تو در گروه تو به مردم صحبت کنیم، یا در مسئله دیگر مسائل غیر از مسئله تکفیر دیگر مسئله ها به ما همراه تو صحبت کنیم، یعنی رویم صحبت کنیم، هیچ مانع ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم درون گروه ها به می در آمدند، گروه های مشرکین به غیر مشرکین به دعوت میکردن، بوک ندارد. من اگر چی تو را مشرک میگم، تو را کافر میگم، میرم همراه صحبت میکنم، لیکن عدل کجاست؟ انصاف کجاست؟ تو میگویی با آداب و اخلاق ما همراه تو صحبت میکنیم، لیکن همون وقت خودشنده من عروسک میگویی، من مرد زن میگویی، لعنت رسول الله به گرفتار میشی، تهمت میکنی، همون سخنت با منتشر میکنی که بیا ابو محمد مدنی ملعون، تو من لعنت میکنی. این خیلی عدل است. ما نه اینو بمیگیم که اگرچه اختلاف نظر داریم، مگر همین است. برای همین است که این مخالفا هر قدمشون شکسته، هر برنامهشون شکست خودشون است. برای چی؟ برای که عدل نداره. برادر عزیز، اهل توحید، اهل توحید خوب دقت بکنید. اگر من و شما هم ای مسلمان ها، ای اهل سنت، ای برادرهایم عدل نکنیم، عدل بر رعایت نکنیم، ما هم شکست میخوریم، ما هم نابود میشیم. عدل ضرور، عدل خیلی ضرور. رحم
عدل چیزی خیلی مهم. الله میگه که ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین ها بوده به رحم کنید، الله شما رحم میکنه. عدل، انصاف. من وقتی که میگویم که فلان جماعت کفر دارد شرک دارد، همین سخن در اساس قرآن و سنت میگم. اگر قرآن و سنت نباشد نمیگوییم ما همین سخن. قرآن و سنت بحث میگه. این عدل است. چیزی که در قرآن و سنت است عدل است. اما ما تا به حال آیا یگان همین حکومتی را، یگان آذری را، یگان صوفی را، یگان حزبی را که مرد باشد و ما گفته باشیم که تو عروسک هستی، تو زن هستی، تو مرد نیستی، تو زنی، تو عروسی، همین گپا رو ما گفتگی نه. مرد میگیم تو مردی، بله تو مردی، ظاهرا مردی لیکن مشرک. فهمو شد مقصد سخنی من؟ فهمو شد برابر است. انا این بود مقصدی. بله تکفیر میکنن. برادر عزیز، تکفیر همون وقت حق است، تکفیر همون وقت عبادت است، تکفیر همون وقت سبب رضا شدن الله می شود، تکفیر همون وقت سبب نصرت دین می شود که تکفیر حق باشد. تکفیر در اساس قرآن و سنت باشد. تکفیر در اساس تهمت، در اساس یک بدبینی شخصی، تکفیر در اساس فروعات نباشد. مرا میگن بسیار مردم میگن که تکفیری هستی، لیکن والله قسم به الله تا به حاضر ما تکفیری هوای و هوسی، تکفیر در فروع، تکفیر به حجت، تکفیری که الله و رسول نگفته نکردیم. واضح کفر شرک اکبر واضح باشد همین گفتیم. برای همین تکفیر کردن برادر عزیز برعکس، اگر تکفیر شما در اساس قرآن و سنت نباشد، تکفیر شما در اساس فروعات باشد، تکفیر شما ناعادلانه ناانصافانه باشد، بله شما 10 نفر 100 نفر 1000 نفر از تکفیر کردهتون خرسند میشید، مزه میکنید، لذت میبرید، خودتون از همه حق میدانید، لیکن این تکفیر چهره خود شما را به مردم مسلمان اهل سنت نشان میدید. این تکفیر ضررهای سخت برای خود شما دارد، برای که تکفیر در اساس منهج نکردید، تکفیر در اساس دلیل قاطع نکردید. اگر گوید که مثلا سخنهای من یا سخنهای دیگر برادر ما عین خیل فهمیدیم، اما میگیم که ما مقصد ما دیگر بود. محمد بن عبدالوهاب رحمه الله میگن که نحن ما نحكم بالظن، نحن ما نكفر بالظن. ما به گمان تکفیر نمیکنیم. ما برای چی همیشه میگیم که کفر اکبر ظاهر را وقتی که دیدی، شرک اکبر ظاهر را وقتی که دیدی، بعد از این تکفیر میکنی؟ چرا ما ظاهر میگیم؟ ما رساله نوشتیم در مسئله تکفیر که هزارها سخنهای علما را ذکر کردیم که وقتی که تو یک نفر را تکفیر میکنی، اولا تو باید دانی که، یعنی 3 چیز باید باشه. تو باید دانی که 100% یقین دانی که سخنی همون بنده، عملی همون بنده کفر اکبر است. احتمالی نباشد، گمانی نباشد، به نظری من این خیل نباشد. یکم قاعده. بعد از این دوم قاعده، تو باید پیش از این که یک کسی تکفیر میکنی همون آدم انیق و دقیق دانی که همون کفر کرد، همون کفر به انجام یعنی واقع شد. سوم باید دانی که اکراه نشد، بدون اکراه بود، اختیاری بود. در همه نمود تکفیر این 3 چیز باید دیده شود. تکفیری که در اساس تکفیری که ببینید یک عملی مکفری که در اساس همین شما کسی تکفیر میکنید، این عملی مکفر یقینی نباشد، اجماعی نباشد، این عمل ظاهر نباشد، احتمالی باشد، در این حالت تکفیر کردن از منهج اهل سنت نیست. سخنهای احتمالی که
و این نمود تکفیر، عجله در تکفیر، برادر عزیزم، این گناه است. این ضربه به قرآن و سنت است، ضربه به موحدین است، ضربه به خود شما است. دعوتتونه، راهتونه، منهجتونه ویرون میکرد. برای من اهل توحید، مسلمان ها، موحدین، چگونه که نمازه پیامبر گفتن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید که من چگونه نماز میخونم همچنین خونید. روزه هم همچنین است، زکات هم همچنین است، حج هم همچنین است، عمره هم همچنین است، جهاد هم همچنین است، تکفیر هم همچنین است. بله، چگونه بارک الله که فیکم. شد همچنین باید باشد. بارک الله فیک.